ای با موز این گیر افتاد. به حاج امیر داداشم چطوری؟ فردات بشم میکردم داداش. یه نون میخواستم بسته بندیه. خوبه؟ آره کافیه. فقط من پولشو بعد نمیزنم، اشکالی نداره. نه بیا چند تا محصول آوردین. ده چقدر خوب. سس کچاپ کاره است. بله چقدر خوبه. بعد مایونزش هم هست. خوبه دمتون گرم. بابا همه چی دارین که. ایران آره همه چی هست. اینجا همه چی هست. توپک پنیری هم داریم. بعد روغن منصور ایمانی، اسم روغن جدیدن داریم. آقا باشه نخواست. نه داداش اصلا من پشتم میکنم تا هر چی دوست داری برداری. نخواستیم آقا بیا. داری پرداخت میکنی. بله این خدمت شما من زدم. ناموسن زدی؟ زدم میداداش کل حساب زدم. تام دیگه